درآمد دارید و صحبت شما در کدام موضوع خواهد بود؟ خب صحبتی که امروز من دارم موافق روزنامه کنفرانس درباره آزادی‌های دین، وجدان و عقیده در تاجیکستان است و من همچون عضو هیئت رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان در این جلسه صحبت میکنم و دو نکته مهم رو میخوام به تمام حاضرین معرفی کنم. یکی سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در ساحه دین و آزادی‌های وجدان و دوم وضعیت واقعی که در جمهوری تاجیکستان امروز در این ساحه وجود دارد. این هدف. از نظر شما وضعیت واقعی در تاجیکستان چگونه است نسبت به آزادی‌های دین؟ دو نکته مهم است که من میتونم آن را با باوری اینجا به جامعه جهانی معرفی کنم. اول اینکه در تاجیکستان واقعاً زمینه بسیار خوبی حقوقی برای تطبیق اصل آزادی وجدان و آزادی‌های دین موجود است، زیرا هم در سطح قانون اساسی هم در سطح قانون‌های ساحوی آزادی‌های دین همچون یک ارزش مهم جامعه حمایت شدن و تاجیکستان یک جامعه است که در کنستیتوسیون هم حقوق پیروی کردن به دین و هم حقوق پیروی نکردن از دین که هر دوش برای جامعه متمدن مهم است حمایت شده است و همچنین یک نکته دوم است که یک شرایط فراهم شده است که تشکیلات‌های دینی یا اتحادیه‌های دینی، من چرا تأکید میکنم دینی؟ زیرا اتحادیه دینی این اتحادی شهروندانی صلح‌آمیز برای پیروی از دین و برای تطبیق و عملی کردن عبادت‌های دینی خود است و اگر تشکیلات واقعا ماهیتاً دینی است، امروز در تاجیکستان برای اینها قانون شرایط فراهم آورده است. ما حدود 4000 اتحادیه دینی امروز در تاجیکستان به طور قانونی ثبت کردگی داریم. از این حدود 3900 تاشون مسجدهای مسلمانان هستند چون اکثریت کلی مردم مسلمان هستند و حدود 80 تا اتحادیه‌های دینی غیر مسلمانان هستند و همه این فعالیت میکنند. حتی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای کسانی که اتحادیه دینی میسازند برای اقلیت‌های ملی و برای اقلیت‌های دینی هم یک شرایط خاصی را با وجود آورده است که آنها توانند در فضای حقوقی ظاهر شوند. بعضاً خبرهای محدودیت‌ها میآید. فکرم رو میگم که اما یک سلسله محدودیت‌ها در نسبت گروه‌های افراطگرای دینی یا عقیده هایی که با نام دین در اصل هدف سیاسی یا ایدئولوژی را پیگیری میکنند موجود است. زیرا چرا چنین است؟ زیرا اگر از نظر تحلیلی نگریم اتحادیه های یا گروه های سیاسی دینی یا گروه های افراطگرایی دینی در اصل اینها اتحادیه های دینی نیستند، بلکه اون گروه های هستند که دین را همچون واسطه سیاست، واسطه رسیدن به قدرت یا واسطه مبارزه سیاسی استفاده میکنند. این حالت را قانونگذاری پیشگیری میکنند. اما من اینجا میخواستم امروز در کنفرانس تاکید میکنم که حالت‌های محدود شدن فعالیت اتحادیه‌های دینی افراطگرا یا حزب‌های سیاسی دینگرا را با حالت تنظیم یا که فعالیت اتحادیه دینی باید اشتباه نگیریم. اتحادیه دینی که هدف آن صرف عبادت و تربیت و تعلیم دینی هست فعالانه یا آزادانه فعالیت میکنه، اما اتحادیه دینی که هدف و قدرت از سیاست از ایدئولوژی هست محدود میشه به خاطر حفظ کردن ثبات جامعه. بله، اما بعضا خبرهای محدودیت مثلا در حجاب زنها یا ریش مردم بیاد، این به چه وابسته است؟ موضوع ما فعالیت اتحادیه دینی هست. مثلا کارمندان اتحادیه دینی چه مسلمانی چه غیر مسلمانی لباس دینی سنتی خود را میپوشند. مثلا شما هر مسجدی روید همون داملوها لباس دینی ساله و جامه و طبقه خود را دارند، ریش خود را دارند. در لباس پیروان دین مسیحی همون پاپ‌ها و کشیش‌های اونها لباس خود را دارند. برای همین موضوع صحبت ما فعالیت اتحادیه چه از دینی. شما درباره حقوق‌های دینی مردم باز صحبت محترم علیزاده میشد که شما میتونید جزئیات رو پرسید یا کس متخصصی
بسیار ورزیده همین ساحه حقوق انسان هستند میتونن هر یک عنصر رو شرح بدن. اوید روزنامه‌ای که امروز در آنجا گذاشته شده بود در قطار دیگر روزنامه‌ها و آنجا درباره ممنوع بودن حزب نهضت می‌رود و درباره همه تقریبا صورت‌های کبیره پرزیدنت جمهوری ایران و اینچنین رهبری معنویش آنها مونده شده است. این چه معنی دارد؟ خب ما هم این ژورنال هایی که شما به آن اشاره کردید در اینجا در بین موادی که در این کنفرانس تقسیم می شود دیدیم. برای من شخصا این یک مواد کاملا نو است، بار اول می‌بینیم، ولی اینکه این صورت ها اگر روی جلدش رو محاکمه کنیم این صورت ها رو کسی نساخته است. این صورت ها از ملاقات های واقعی عکس برداری کرده شده، همین قدر شما میدونم. اما اینکه این جامعه شهروندی تاجیکستان مؤلفانی که این رو نوشتن، تنظیم کردن، تدوین کردن، خودشان اون رو در کنفرانس معرفی میکنن و هیئت حکومتی وظیفش نشر یا پهن کردن یگان حتی ورقه نیست. یعنی روزنامه‌ها با هیئت حکومت دخل ندارد؟ نه هیچ دخل نداره. هیئت حکومت از 6 نفر عبارت است. در هیئت حکومت یگان کس بیهوده نآمده است، همه از روی اختصاص خود، از روی وظیفه خود، از روی همون تعییناتی که در جای کاریش دارد. بنابراین این تصور که هیئت حکومت برای جواب دادن به مخالفین ساخته شده باشد یا برای اینکه بیاید در راهروهای این کنفرانس با مخالفین بحث کند، اصلا نه این گونه صلاحیت دارد، نه این گونه تمایل دارد، نه این گونه وظیفه دارد. زیرا هیئت حکومت در اساس روزنامه کنفرانس ساحه ساخته شده است و صلاحیت آن را دارد که از نظر اختصاصی در هر یک مسئله نظر خود را بیاید. بنابراین اما نمایندگان جامعه شهروندی که از تیپ‌های گوناگون اینجا از تاجیکستان، از خارج تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان با دیدگاه خود حضور دارند، علمان رو من اینجا دیدم. من حتی به خدا تصور نمی‌کردم که اینقدر دایره کلانی شهروندان تاجیکستان در اینجا میشه. یعنی اونها هم خودسرانه آمدن. ببینید به هر حال در هیئت ما نآمدن. ما هیئت ما از نام حکومت جمهوری تاجیکستان رسما آمده است و بجز فعالیت‌های رسمی که در دایره برنامه و حتی در چاره‌بینی‌های کناری که اگر در برنامه همین کنفرانس به قید گرفته نشده باشد ما اشتراک نمی‌کنیم. یعنی این اگر هیئت رسمی است شما نقش آن را خواهش می‌کنم که با یک هیئتی یا با یک نفری که بحث کند یا یک نفری که خواهد جواب کسی را در راه داده نیست. اگر مصاحبه رسمی درباره پرسیدن سیاست دولت وضعیت کشور باشد ما با کمال میل می‌دهیم، لیکن ما برای اون بحث برای اون کارهای غیر از برنامه رسمی ما یک سوال دیروز